بسم الله الرحمن الرحیم و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون اما هو الا ذکر للعالمین. فرزند هنر باش، نه فرزند پدر. فرزند هنر زنده کند نام پدر. انتخاب کننده حاج رمضان علی قربانی بیلوندی. سعدی علیه الرحمه می‌فرماید ناگفته سخن کس ندارد با تو کار، چو گفتی سخن پس دلیلش بیار. بیلون میگن بیلوند دارالمومنین و حاج آقای قاضی زاده هر دیه بومیده ما به نقدم دوم بیلوندی که دو جوار پا بده گفتی بیلون بنسیم هر چه مایه بباره، چون اینا مردمان خوش حسابی هست. و آقای نصیری گفتم بیلون در درس علمی میدم، تنها دیه که از همه حافظه و ذهن بیشتر داره بیلون درست. گفته چه علت داره؟ گفتش که به علتی که باقی بیلون انار داره، انار ذهن را زیاد و معده را شستشو میده. سه نفر از روستای بیمو رو عالم بگن یا سید بزرگوار وصیت کردن که مرد قبرستون دارالمومنین بیلون دفن کنند. مرحوم حاج نصرالله ملکی میفرماید که پیری به من رسید و گفت که مردم همه زعفرون میکارن، فکر گندم هم باید بکنن. چنین گفت مرد کهنسال ملکی گندم بکن. مسجد میرزا عرب هم آخوند مولا عبدالصمد پسرش آقا شیخ 30 سال نماز جماعت کردند و مقبرهشون در کنار مسجد است. این پیش نماز گفته که کلب حسن، کلب علی، کلب حسین 4 روز شده و نمیرن مسجد. نماز جماعت تموم شد، اگر مریض برن به عیادت، اگر در اسیای هیچی یک شماره شده، اگر در اویداری مید هیچی، اگر گرفتار مالی نداره و 4 روز شده و نمیدیش، بعد نماز جماعت برم او نصیحت کنم. برای اینجا بیلون دارم گفتن دارالمومنین. نازلترین اشیاء در جهان 5 چیز است. 1. چراغ را در مقابل خورشید روشن کردن. 2. باران در شورستان و کال نمک باریدن. 3. زن زیبای خوشجمال در دست مرد نابینا. 4. غذای لذیذ در پیش آدم سیر. 5. سخنهای ارزنده جالب تفریح‌گو در سینه مرد حسود.